دوستای عزیز سلام، خوش آمدین در چینل یوتیوب نهانشو. از زیدل بازم تصمیم دارم که بلده شما از آن امروز یک نمونه بافتنی، البته نمونهش کم جدیدتره، بلده شما بند کنم. و این چادر که شما میبینین گلچی کوکشته دم زیر غم و این حال ما میخوام که برم سر زیر بافچی را بند کنم. قزم همراه باشید و این نمونه را یاد بگیرین. خب دوستای عزیز، طبق معمول در ابتدا همیشه اول هر بافتنی زنجیره بافته میشه و حال ما میخوایم که یک دانه دو دانه زنجیره ببافم. خب خیره بخی 3 تا و 4 تا و این حال ایره در سر چادر میخوایم که بند کنم. این رقم در سر چادر بند کنین. یک دانه پای بلند ببافین. و سه چیز ما رو بند کردیم ولی یک مشکل داره. یک قسمت خیلی خالی گذاشتیم. وقتی که بافتنی رو در چادر بند میکنین سعی کنین که زیاد فاصله دار بند نکنین. دیگه ایره من امروز خواستم بلده شما بگم که وقتی سر چادر بافتنی بند میکنین سعی کنین که یکم نزدیک باشه در سر چادر و زیاد دور نباشه. انا از دل اینی خوب بند شد. خب ادامه زیر میبافیم. باز برمیگردیم. یک دانه پای بلند بافته میشه در اینجا. یک دانه دیگه هم در کنارش بافته میشه. 2 تا زنجیره بافته میشه. بعد از اینکه این 2 تا زنجیره رو بافتین باز در زنجیره بعدی یک دانه پای بلند ببافین و یک دانه دیگه هم در کنارش دوباره ببافین. و این حال 1 2 3 4 5 تا زنجیره ببافین و برگردین. ببینید در این شکل دوباره 2 تا زنجیره و 2 تا پای بلند و باز در خود چادر دو تا پای بلند در خود چادر بافتیم و این حال مرحله برگشت از این بافته میشه. البته دوست عزیز حاشیه‌اش باز دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره ببافین و برگردین. دو تا زنجیره و دوباره 2 تا پای بلند می بافیم. این به این شکل در آمد. خب دوستای عزیز، 2 ردیف در این رقم بافتیم. 2 ردیفش کم میاد، یک ردیف دیگه هم مجبوریم ببافیم و بعد از او گل ما بافته میشه. 1 2 3 4 5 تا زنجیره را معمولا می بافیم و باز دوباره حاشیه‌اش 1 2
زنجیره و 2 تا پای بلند. اینا در خود چادر یک ردیف دیگه میبافیم و اینا بر میگردیم باز 2 تا زنجیره میبافیم یک دونه زنجیره میبافیم و در اینجی پای بلند میبافیم 18 تا پای بلند باید در اینجی ببافیم 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 12 تا 13 تا 14 تا 15 تا 16 تا این هم 17 تا و این هم 18 تا اینا یک دونه زنجیره میبافیم و در اینجا یک دونه پای کوتاه میبافیم و بعد از 1 2 3 تا زنجیره و اینی ردیف و دیره میبافیم 2 تا زنجیره در وسط میذاریم خب اینا رو یکی در میان یک پای بلند میبافیم به این شکل در آمد خب از دل یک دونه زنجیره دیگه میبافیم و دوباره 2 دونه پای بلند خود چادر بافته میشه و بر میگردیم یک دونه زنجیره و در اینجا 2 تا پای بلند کنار هم میبافیم
باز 2 تا زنجیره و 2 تا پای بلند دیگه هم میبافیم. 1 2 3 زنجیره، یک خانه رو خالی میذاریم. در خانه بعدی دو تا پای بلند و 2 تا زنجیره در وسط و در امضی یک خانه 2 پای بلند دیگه هم میبافیم. کلا میشه 4 تا پای بلند در یک خانه. دوباره 1 2 3 زنجیره این خالی میذاریم. در خانه بعدیشی باز به همین شکل تکرار. سه تا زنجیره یک دانه زنجیره و در این قسمت و برمیگردیم. یک دانه پای بلند بافتیم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا پای بلند بافتیم و اینالی 1 2 3 4 تا زنجیره می بافیم و یک دانه پای کوتاه در گرد گردن از این بافیم. دوباره 7 تا پای بلند بافته میشه. 2 3 4 5 6 تایش هم بحث دوست. یک پای کوتاه در وسط شد. دوباره اینجا گل بعدی رو شروع میکنیم. 1 2 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا و 7 تا. 1 2 3 4 تا زنجیره و ببینید در کدام قسمتش. در قسمت گردن از یک پای کوتاه بافته میشه. دوباره 7 تا در اینجا می بافیم. 1 2 تا پای بلند 5 6 تا و 7 تا. این سردش چقدر خوب مقبول و قشنگ آمد. خب ادامه از این رو دوباره ادامه میدیم و میبافیم. 7 تا پای بلند
دوباره 7 تا پای بلند دیگه در این قسمت بافته میشه. از دل قسمت اشتباه شد. چند تا پای بلند گفتیم؟ 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا و این هم 7 تا. دوباره یک جانب پای کوتاه در این قسمت بافته میشه و تکرار بر مکررات. 1 2 3 4 5 6 7. یک دو سه چهار. باز اینجا هم 7 تا بافته میشه. 1 2 3 4 5 6 و این هم 7 تا. و این هم 7 تا. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره و دبیخ گردون زی یا یک دانه پای کوتاه بافته میشه. باز 7 تا. شش تا و این هم 7 تا. دوست دیدین؟ خیلی نمونه خوب، مقبول و قشنگ شامد. و ایناله میریم که ردیف بعدی را ببافیم. دوباره محاشیه و تکرار. انا از دل دنزی رقم آمد، خیلی مقبول و قشنگ و زیبا. البته یک گلچه در رقم بافته شد. از این نمونه شما میتونید که دبله سر بوافین، خیلی مقبول مه. خب از دل من یک گل دیگه هم بلده شما موافم که شما وصل کردن چرا یاد بگیرین. البته فقط وصل کردن این قسمت چی مهمه، دیگرایش آسانه. دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره و
این قسمت مثل می اول از اینکه ما بافتیم اما رقم بافته میشه. یک دو سه چهار پنج. انا دوستای عزیز در اینجا رقم شد و اینال ما اینی قسمت می بافیم. اجده تا پای بلند باید در اینجا ببافیم. یک دو سه تا چهار تا پنج شش هفت هشت نو و ای هم 10 11 12 13 14 15 16 17 و این هم 18. بعد از اینکه 18 تا بافتین یک دانه زنجیره و در این قسمت ببافین. اگر چند باید به این شکل به یک دو سه زنجیره و باز در این زیر دیف ببافین. بازم دو تا زنجیره باز دو تا زنجیره. این دیگه یکی در میان تکرار است. دوباره دو تا زنجیره و یکی در میان. زینب
2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا. خب یک دونه زنجیره دوباره برمیگردیم. سکن دوستا اشتباه شده اینجا، مستقیم در خود چادر بند نمیشه ای. دو تا زنجیره بافته میشه و بعد از او در خود چادر دیدین دو تا زنجیره بافته شد، دو تا پایان بافته شد و بعد از او در خود چادر بند میشه. فاینال دوباره برمیگردیم. دوستان من گاهی یاد مماره که از داخل گوشی نگاه کنم، چون بلده خود خوب بافتم ما رو. بین اینجا باید یک دونه زنجیره ما ببافیم. یک دو سه تا زنجیره خب دوستای عزیز این دمزیر رقم بافته شد و انال باید سه تا زنجیره ببافیم و بعد از او این قسمت یک دونه پای کوتاه ببافیم و برگردیم و بعد از او اینجا پای بلند ببافیم. 7 1 2 3 4 5 6 و اینی هم 7. اینا دیگه وصل دیگه. دو تا زنجیره ببافین و اینجا یک دونه پای کوتاه ببافین. دوباره دو تا زنجیره ببافین، یک دونه پای کوتاه در این قسمت از این ببافین که این وصل شونه دیگه. نگاه 7 تا پای بلند ببافین. چهار 5 6 و 7. انا سيجس
این دیگه وصل شد. ادامه از دیگه تکراره، مثل که این کلار ما در اینجا بافت، در این قسمت بافته، در این قسمت دیگه روی از اینا میبافیم و فقط وصل کردن چنین می بود که ما خواستم بلده شما از آن نشان بدم. دیگهش بخیش تکرار بافته میشه. خب دوستای نازنین، امین رقم که در تصویر او شونید، ما رفتم ادامه زیر بافتم و تا اینجا آوردم که شما بلده شما تکمیل شنه و این دو گل چی دم زیر رقم بافته شد. خیلی خوب و مقبولم ده. کسایی که میخواستن از این بافتنی بند کنن میتونن که ویدیو رو سعی کنن و از اول چی یاد بگیرن. خب از دل یک نمونه بافت سر چادر بود دیگه. امیدوارم یاد گرفته باشین و تا ویدیوی بعدی خداحافظتان.